در مورد عشق برامون صحبت کنید. بله، بنده میترسم سوالات شما دارید میکنید که بنده در آخر هیچ فرقه ای نمونه که تکفیر نکنه. عرض کنم که والا انقدر شعرا و نویسندگان در این باب گفتن که چیزی برای گفتن باقی نذاشتن. خب از میان تمام غرایزی که انسان داره تردید نیست که غریزه جنسی که موجب میشه که انسان پیوندی با جنس مخالف رو جستجو بکنه و وابسته این کار بشه و دلبسته این کار بشه نیست. هیچ غریزه ای از این قوی‌تر در زندگی انسان نیست و به همین دلیل چقدر از نیروی مردم صرف به یک عبارت عشق و به عبارت دیگه صرف راضی کردن غریزه جنسی میشه. به علت همون محدودیتی که عرض کردم زندگی اجتماعی پیش میاره، ارضاء غریزه جنسی به اون صورتی که ذات متعرض ما میخواد ممکن نیست و همیشه این محدودیت رو ما حس میکنیم. این محدودیت ها بعدها به صورت قوانین یا قوانین عرفی یا قوانین مذهبی مسجل شده و محتوم شده. مثلا شما حق ندارید در اسلام بیش از 4 تا زن بگیرید، در بسیاری از مذاهب حق ندارید بیش از 1 زن بگیرید. در عرض کنم که اگر زنی متعلق به دیگری بود شما حق ندارید که به او نظری داشته باشید هرچند دل شما بخواد. و در بعضی جامعه ها مثل جامعه اسلامی حتی یا جامعه قدیم اروپا حق کشتن زن اگر در حین ارتکاب گناه دیده میشد به مرد داده شده بود و میشه. بنابراین این آرزوی نیمه کام یافته یا نیمه ناکام همیشه در مرد و زن هست و آرزویی نیست که دائما به اندازه‌ای که انسان خواهانه به انجام برسه و وقتی به انجام نمیرسه این حسرت و این عشق و علاقه در وجود انسان غلیان پیدا میکنه و چون اصولاً در همه جامعه ها محدودیت خاص وجود داره برای ارتباطات جنسی، حتی بیان اون احتیاجات و اون آرزوها اون هم محدوده و کسی جامعه اصولاً حق نمیده که اشخاص آرزوهای باطنی خودشون رو لخت و بی‌پرده اونطور که مثلا فروید تحقیق کرده و ارائه کرده. مثلا فرض بکنید اگر اون چیزی که فروید راست میگه که فرزند نر به مادرش علاقمنده، فرزند ماده به پدرش علاقمنده. حالا فکر کنید که در یک جامعه مذهبی یک مردی یا یک زنی که بزرگ میشه اظهار علاقه بکنه مثلا یک پسری به مادرش یا دختری به پدرش یا به برادرش، اینها به کلی ممنوعه و اینها رو بهشون میگن تابوهای اجتماعی، اصطلاحی است که مرسوم شده در فارسی هم به کار میره. یک نوع حرمت و ممنوعیتی داره که حتی ذکرش هم درست نیست
ولی این معنیش این نیست که در باطن اشخاص این نوع احساسات یا به صورت صریح یا به صورت منقلب و برگشته، باز اونطور که بعضی از روانکاوها امثال یونگ و فروید و اینها توضیح دادن وجود نداشته باشه. ولی چون ذکرش هم مجاز نیست، غالبا اینها به صورت شعر و ادبیات و هنر در میاد. در اونجا مجازه، برای اینکه هیچ کس شعر رو جدی نمیگیره به این معنی. این است که در شعر خیلی چیزا، این حرفایی که حافظ از شعرش گفته، چون جا که راجع به مسائل مذهبی اظهار نظر میکنه، وای اگر از فرس امروز و بعد فردایی، یا اون چه که راجع به آخوند و مفتی و قاضی و محتسب گفته، یا راجع به زاهد و صوفی گفته، در شعر مجازه، در بیان رسمی مجاز نیست. عشق عارفانه هم همینطوره؟ البته عشق عارفانه اگر اسمشو عشق میذارید یک چیز متحولی از عشق زمینی. روانشناسی ها اصطلاحی دارن که در انگلیسی سابلیمیشن بهش گفته میشه، یعنی انسان یک احساسی رو که یا حیوانی است یا بشری است یا نامطلوبه متعالی بکنه و به صورت یک چیز مطلوب بی‌غرضی در بیاره. این که مردم در اصطلاحات، در عشق‌های عرفانی اصطلاحات مجازی رو به کار، اصطلاحات عشق زمینی رو به کار میبرند، اون قصه چوپان مولوی که تا تو کجای تا شوم من چاکرت چارقت دوزم کنم شانه سرت، ای فدای تو همه بزهای من، ای همه هی ها تو هی های من، هاهو و هی های من. اینها همونطور که او اصطلاحاتی رو که برای عرض کنم بوزش یا برای زنش به کار می برده، در عرفان هم تمام اصطلاحاتی که برم صحبت از عشق و عرض کنم که اصطلاحات عشق. بنابراین اون چه در ادبیات بروز میکنه در درجه اول مربوط به اون غریزه است که بیش از همه محدود شده و از همه قوی تره، اون غریزه جنسی است. این همه چیزهای زیبا که راجع به شعر گفته شده، این همه ابیات، این همه داستانهایش، همه حکایت از همین حرمان، همین محدودیت، همین فراق و همین آرزو و همین اشتیاق و این خواهندگی است. البته عرض میکنم این نظر من متاسفانه نه نظری است که خیلی جنبه ادبی داشته باشه، داره نه جنبه هنری داره، نه خیلی برای شیفتگان عشق مطلوبه، یک نظر خیلی زمینی و یک نظری است که در نظر بعضی ها از جلال و شکوه عشق کم میکنه و اینو تقلیل میده به یک چیزی که محصول غریزه جنسی است و حتی عشق عرفانی که اینقدر در نظرها زیباست و به نظر بنده هم خیلی زیباست، این را هم در تحلیل نهایی باز تقلیل میده به عشق زمینی و عشق زمینی رو تقلیل میده به غریزه جنسی. اینی که بنده خواهش باید بکنم که جناب عزیز از سوالاتی که بیشتر موجب تکفیر بنده بشه نکنید. استاد نمیتونم